این چراغک راهنما را در درآمدگاه شهر کلوب به نزدیکی نصب کردند. در منطقه نظیر ندارد. با پخش کردن تگمچه رنگ چراغک سبز می شود. ساکنان این محله تا نصب چراغک فرزندانشان را با ترس و هراس به مکتب گسیل می کردند. چون ماشین ها در این منطقه با سرعت بلند حرکت می کردند. در موضع می ایستادیم هر یک سال در همینجا 10-12 نفر کودک جان می باخت، تلف می داد. چون که سویتافور همین چراغک نبود، مثلا یگون کس اهمیت نمی داد. نصب این چراغک و 600 عدد علامت‌های راه در منطقه کلوب بعد از گزارش رادیوی آزادی درباره دزدیده شدن علامت‌های راه در منطقه صورت گرفته است. 1,550,000 راجع معاینه راه گذراندیم. همین روزی مورد 1470 علامت راه ما میرسیم. قریب در 6 ماه 6 دانه کم کردیم. با قول مسئولان اداره نقلیات منطقه برای آماده و نصب کردن یک علامت راه زیاده از 350 سامانی صرف می شود و این اداره توان برقرار کردن تمام علامت های راهی منطقه را ندارد. اقلا 5,000 15,000 20,000 همین برای نگهداری راه بودن همون مثال مؤسسه میتونه که همین مثال 1000 سوم 10,000 سوم مثال دو تا گردش یک مثال پرسیشن یک مثال چیزای وای جای خفلو که هوا را بچسبه. صد افسوس که ما این 2 سال 29 اون اصلا نمیگیریم. در این راه اکنون رانندگان سرعت ماشینشان را از 40 کیلومتر ساعت بلند نمی کنند. والدان هم به ترس و هراس فرزندانشان را به مکتب گسیل می کنند. رادیو بسیار گزارش تاثیر خوب رساند که مثلا بعدی که نمایش در رادیو آزادی گزارش رفت من دیدم که اومده در راه نصب کردن نشانه های راهی که من حاضر در نزد زاپراوکا میگن جای سوزشواری است در آنجا مونده یک تا باری بالا موندگی بود. امروز در همین خدی همین چیز سویتافور باعث چراغک یعنی هم گذرگاه آدمان نشان داده شده است و هم یعنی برای گذرگاه راه هم سفید کرده شده است.